درود 16 17 سلام علیکم. از اول بگیم درست گفتیم. نه اوکی. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. فردوسی پور دوباره برگشته یکم. خیلی مخلصیم. خوش اومدیم به قسمت 17 رد کارت پلاس. ما یه 2-3 روز توی آپلودمون تاخیر داریم چون می‌خواستیم که چمپیونز لیگ هم داشته باشیم و راجع به کل این یه هفته 10 روز با هم دیگه خیلی کامپکت و جمع و جور البته حرفم نزدیم خیلی به جایی بر نمیخوره. نه برای دل خودمون و نه برای حالا بازی بارسا و رفیقمون سروش منصوری همه ویدیوها رو میبینه، همیشه هم به من کامنت میده، وایس میده. دمت گرم سروش. حتما نتیجه بازی این هفته رئال اتلتیکو رو برامون کامنت کن چون ما تو ذهنمون نیست. ارادت. بریم و بیایم ببینیم چه خبره. خیلی خبر زیاده دیگه. اینترو همینقدر کافیه. آقا چه خبر؟ این دفعه شما بگو. من چی ببین من به عنوان استقلالی رئالی فکر می‌کنم این هفته اونقدر حرف زیادی برای گفتن نباید داشته باشم. هفته دیگه داشتی مثلا. هفته دیگه باز بهتر بود. آمار رئال خراب شد. آمار رئال خراب نشد. اسمت رئال گچی شد. می‌دونی چیه؟ تو 5 تا زدی. فرق بین تیمی که به غیرت 5 تا میزنه و تیمی که به رئال 5 تا میزنه خیلی فرقه. خیلی فرق. حالا از کجا شروع کنیم؟ از ایران شروع کنیم. که اونجام دوباره نه از ایران هم شروع نکنیم. اولین تیم بحرینی تاریخ بود که میاد ایران میبره و میره. آره. چی بگیم راجبه؟ اسم تیم چی بود؟ المحرق. آره المحرق بحرین. من با استقلال بخوام شروع کنم والا ما یه پست گذاشتیم گفتیم ساپینتو گاوه. اونقدر ویو نخورد. از همون 6-7 هزار نفری که دیدن 10 نفر کامنت گذاشتن، یکیشون گفت گاو مادرته. آره ما که به خاطر الگوریتم با جواب کامنتشون میدیم. دیوونه ای. بعد آره مسئله‌ای که هست من نمیفهمم. هواداره استقلال میگه نمیفهمم بعد چی میرن استادیوم. نه اصلا استادیوم هیچی. تو چرا داری از ساپینتو دفاع میکنی؟ چی از ساپینتو دیدی که داری دفاع میکنی ازش؟ با غیرت تو جنگ برگشت همین داد میزنه، یعنی خوبه. بعد سرمربی آپوئل نیکوزیا قبرس بوده، یارو رزومش چپش پره. ببین فرهنگ هواداری ما کلا مشکل داره. یعنی اگه اون یه هفته آخر نقل و انتقالات اتفاق نمی افتاد خیلی زودتر از بازی دیروز پیروز حیا کن رها کن ما میشنیدیم. یه هفته آخرم مدیریت جمع جور کرده این که همون دیگه. نه ولی چون تیم خوبه همه تو این فازن که نباید فرصت بدی بهش تا بازیکن‌ها جا بیفتن. خیلی هم نباید پرپا قرص باشین چون مثلا 10-11 سال فرصت دادین هم یه سال هم روش. یه بار فراد مجیدی آره فراد برمیگرده. دوست دارم برگرده ولی فکر نمی‌کنم آدم عاقل دیوونه است ما برگرده. کارش انجام رفت دیگه. آره با این شرایط واقعا به نظرم منطقی نیست که بخواد برگرده. ولی کلا رفقا اگه دوستی دارید سمتتون دور و برتون که طرفدار رئال مادرید و استقلاله، تو این روزا یکم هواشو بیشتر داشته باشید. جدی از لحاظ روحی تو شرایط خوبی نیستن. هر اتفاقی ممکنه براشون بیفته. ما وظیفه‌مون به عنوان همیار پلیس اینه که هوای این عزیزان رو داشته باشیم. مرسی. عشق من. بعد آره و من هنوزم میگم ساپینتو هیچ چیزی رو ارائه نمیده که ما بخوایم به آیندهش امیدوار باشیم و من هیچی تو فوتبالش نمیبینم. مشکل لوگوه نیست. نه ساپینتو رو بذاریم مثلا سپاه. خب من میگم انقدر نمیبازه. من میگم 7 نمیخوره. من نمیدونم تو اون تیم چه خبره حقیقتشو بخوای. مشکل همینه که خبری نیست. آره ولی نمیدونم. من یه موقعی الان هم استقلال هم پرسپولیس جفتشون فوتبالشون فوتبال امیدوار کننده ای نیست که ما بگیم اگر این دوتا مربی اگر ما سابقه قبلی ساپینتو رو فاکتور بگیریم فوتبالی ارائه نمیدن که ما بگیم آقا باید زمان داد به اینها تا بخوان جا بیفتن. یه زمان تو تیمت یه کورسوی امیدی داری یه سری تغییرات توش حس میکنی. تو استقلال تغییر نه اصلا موقعیت داری نمیشه میبازی. آره یا مثلا میدونید متوجه نمیشم. فقط هر بازی مثلا ما یه دونه موقعیت احتمالاً داریم که رامین داد زیاد میزنه. آره مثلا طرف میتونسته گل بزنه نزده و همه رامین رضایی خبر اومد ماشینش دیروز توی استادیوم بوده، خودش هم تو میکسون ندیدن، ماشینش هنوزم تو استادیومه.
اصلا چرا با ماشین شخصی رفته؟ ماکان و مرد حسابی بری اونجا. قلعه حسن خان ماکان ویزا میخواد بده. چون میدونی که ماکان 20 میلیارد، قلعه حسن خان یه 2 تا کوچه رو میشه با 20 تومن گرفت فکر میکنم. و اگر میبینید ما خیلی منومن میکنیم چون فوتبال ایران واقعا جذابیت خاصی نداره که بخوام راجع به صحبت کنیم. من خیلی میخوام زودتر بگذریم که برسیم به چیز و وحیداشمیانم که هم یه جمله میگم ببندیم. وحیداشمیان به نظرم کنترل دستش در رفته، خیلی امیدوار نیستیم بهش پرداختیم. بریم لیگ اسپانیا، لالیگا صاف، یعنی بریم لالیگا فول. اوکی بفرمایید. اتلتیکو مادرید آقای سیمونه که به تیم دفاعی و نیمچه بحرانی توی این مدت معروف بوده، با 5 تا گل از رئال مادرید به خوبی هرچه تمام‌تر پذیرایی کردن. میزبان کی بود؟ خولیان آلوارز. یعنی ما دیدیم دوستانی رو که 5 تا میخوره، میگه آقا امکان نداره ما دیگه 5 تا بخوریم، تجربه میشه. میره 6 ماه بعد دوباره 5 تا میخوره، دوباره میشنوم امکان نداره دیگه 5 تا بخوریم. خوب شد اصلا این مقطع فصل این اتفاق افتاد، ضعفا رو دارن. میره فصل بعد مربی من دوباره 5 تا میخوره، بازم شنیدم امکان نداره دیگه. 5 تا بعدی که آقا 5 تا بعدی من فکر نمی‌کنم اونقدر دور باشه حقیقت شو. یعنی این سری خدا که الکلاسیکو نزدیکه. نه نگرانم راجع به ژابی آلونسو هم خیلی مثلا چیز جدیدی اضافه کرده به نظر شما؟ ببین ژابی آلونسو ساختار تیم به مراتب بهتر شده. خب یعنی روند تیم رو اگه بخوای نگاه کنی از دقیقه 1 تا دقیقه 90 نه بهتر شده. آره خب ببین منطقی تر فوتبال بازی میکنن 1 و 2 بازی بهتر کنترل میشه. اینو من خیلی و اینکه هجومی تر هم منطقه بازی میکنه خیلی در نظرم داشته باشین فقط یه بازی خفن داشتید با بقیه‌اش همه تیم‌ها در درسته. حالا مسئله‌ای که پیش میاد، من هفته پیشم گفتم این هفتم میگم، من نگرانم واقعا بابت اینکه احتمالاً این 5 تای بعدی اونقدر دور نباشه. میدونی چه میگم؟ چون ببین تاکتیک افتضاح بود جلوی اتلتیکو، ترکیبی که اصلا چیده بود یه سورپرایز تور برانکو، یه سری سورپرایز داشت. گلایی که خوردیم ولی عجیب بود، مثلا 2 تا هد خوردیم با وجود حسین. آلوارز هم که کاش نمی‌کنه. ببین آلوارز واقعا خوبه، مسئله اصلا تعداد گل هم نیست حتی. نه دیگه از این چیزا گذشته برای امسال. تو اون بازی رو وقتی نگاه میکنی رئال فوتبال بازی نکرد. یعنی بازی نبود که ما 2 تا موقعیت داشتیم 2 تاش رفت تو گل. خب واقعا دارم رئال هیچ موقعیتی خلق نکرد. تو کامل دیدی؟ آره من کامل بازی رو دیدم. هیچ اتفاق خاصی نیفتاد توی فوتبال رئال. یعنی به نسبت بازیایی که ما داشتیم میدیدیم جلو تیم‌های درجه 2 و درجه 3 حتی مثل غیرت، اصلا زمین تا آسمون فرق می‌کرد و اولین سنگ محکش رو ژابی علنا ریگ. آره و من خیلی نگرانم احتمالاً این 5 تا به زودی دوباره 5 تا یا حتی بیشتر تکرار خواهد شد، چون فوتبالش بیش از حد ریسکیه. تو اینو میتونی از جایی بفهمی. درسته ما 5 تا به غیرت زدیم، کلین شیت هم کردیم، اما جلوی تیم غیرت قزاقستان هم رئال پشت دفاع میخوره. یعنی اتفاقی بود که تو این بازی هم افتاد و من مونده بودم دیگه بابا اگر تو داری جلو غیرت جوری بازی میکنی که اینجوری پشت دفاع بخوری، خب جلو بارسا چه اتفاقی میخواد بیفته با وجود رافینیا و یامال و فران تورس و دوستان. آره خب یا اگر تو بازی با اتلتیکو مادرید نمیتونی خط هافک خودتو حفظ کنی، بازی رو بتونی وسط زمین بچرخونی برای خود نگهداری، جلو پدری میخوای چیکار کنی؟ میدونی اگه جلوی تیم بازی کنی که هافکی مثل پدری داشته باشه، خب اصلا دیگه وسط زمینی نخواهی داشت با این ترافیک هافک که بازم رئالیا میگن هافک نداریم. من درک نمیکنم اینو. نه الان که دیگه مهره دارید، حالا دفاعتون یکم اینور زیاد مصدوم میشن، یعنی اسم هست. آره میدونی ولی به نظر منم باید 2-3 تا بازی توپ دیگه بخوره ببینیم چند هر چی هست که از آنجلوتی بهتره. اون قطعاً از فصل آخر آنجلوتی قطعاً تیم وضعیتش بهتره. امباپه آره امباپه همه بازی داره 1-2 تا رو میزنه. یه مسئله قبل امباپه بعد بریم سراغ امباپه چون این رو دلم میمونه. ما 2 تا هافک داریم تو تیممون، فده والورده و بلینگهام که میگن بهترینای خط هافک رئالن و تو دنیا حتی میگن. جفتشون هافک نیستن. نه بلینگهام خصوصیت‌های هافکو داره، بیشتر شماره 10 تمایل رو به جلو بازی کردن داره. فده والورده هم علنا فقط تو سمت راست زمین خوبه.
خب یعنی به عنوان دفاع راست یا حتی وینگ بک راست خیلی بهتر میتونه بازی کنه تا زمانی که هاف بکه و به همین واسطه ما جلوی اتلتیکو وسط زمینمون از دست دادیم. به همین واسطه توی دفاعمون هویسن با 198 سانت قد دو تا هر چی سانت کردن داشتن می‌زدن، یعنی هر چی سانت کردن داشت میرفت و خیلی نگران کننده است. این باز همین پرس عجیب و غریبی که ما از وسط زمین انجام میدیم و مثل بارسای فیلیک هم نیست که چاشنیش بخواد آفساید گیری درسته به موقع باشه، خیلی من حس میکنم در آدمو ضربه میزنه و ما قطعا اخراجی‌های بیشتری خواهیم داشت، مثل اتفاقی که 2 هفته پیش برای هویسن افتاد. و میگم فقط همینو بگم که نگران کننده است. راجع به امباپه برعکس یه کورسوی امیدیه که کورسو که چه عرض کنم یه منبع نوریه توی رئال این فصل که البته از حقم نگذاریم رئال این فصل واقعا خوب بوده. آره منطقی نگاه کنیم با تیم‌های بزرگ هنوز بازی نکرده ولی تیم خوبی بوده تا الان و تمام امتیازها رو گرفته به جز همون یه بازی که 5 تا خورده. چند تا؟ 5 تا. ولی کیلیان امباپه واقعا امسال داره حمله میکنه واسه همه رکوردها. یعنی فعلا میانگین گل زده از کریس رونالدو وضعیتش بهتره. میانگین دقایقی هم که گل به ثمر رسونده، مثلا اگه اون 70 دقیقه است این 60 دقیقه است، همچین چیزاییه و خیلی فرم خوبی داره. البته که یه سریا باز میان میگن نه این فقط پنالتی گل میکنه فلان، که پنالتی خیلی میزنه دیگه. آره. خب گل میزنه، آقا میگیره پنالتی که نمیتونه بگه آدم مرسی. آره من نمیدونم این یه متر و معیار عجیبیه راجع به پنالتی زدن یا نزدن. آره ببین منم ممکنه برم نگاه کنم مثلا جدول آقای گلی رو، چون مینویسه میگم مثلا لواندوفسکی 10 تا پنالتی زده، فلانی 2 تا زده، ولی مثلا فاصله گلاشون 2-3 تا، میگم دمش گرم، ولی خب بازم آقا پنالتی به شما میده دیگه، نمیدونم مسیرم. آره لواندوفسکی هم از رقابت‌های آقای گلی اوت شده، انقدر مصدوم بودین اول فصل. آره الان 2-3 تا گل زده، ما فکر کنم 7-8 تا زده. ما فران تورس ازمون سوم چهارم دیگه. میخوام راجع به بارسا صحبت کنیم خورده، چون امباپه فرمش خوبه، هم CL کاپیتان فانتزی من بوده، 34 امتیاز برام آورده. بارسا هم دیشب باخت خب، ولی تو دیگه هم که حالا خوب بود. میخوای از الان بریم سر چمپیونز لیگ؟ نه راجع به تیمش دیگه. راجع به تیمش من ناراحت نرفتم، فقط از این ناراحت بودم چرا آقا واقعا زور بارسا انگار نمیرسه به پی اس جی بعد اون 6-1 تو ترانسفرات نمیرسه، نمیدونم توی مالی نمیرسه، توی بازی نمیرسه، توی هیچ چیزی رو اون انگار نمیرسه به این تیم. ولی مسئله‌ای که هستش من ناراحت نبودم از بازی دیشب. چرا؟ خب ببین مثلا ما بازی آخری که با پی اس جی داشتیم ژاوی بود، با تیم اصلی تحقیر شدیم. قبل‌ترش هم حالا دیگه کومان و اینا بود. ما دیشب 5 تا بازیکن فیکسمون رو نداشتیم تا وقتی که پدری رو نکشیده بود بیرون بازی دستمون بود. آره. بازی راضی کننده‌ای بود. فرمین لوپز نبود به جای اولمویی که این فصل افتضاح بوده و اگر فرمین لوپز سالم بود قطعا به جای اولمو فیکس بود. خوان گارسیا که مصدوم شد هیچی، آراخو مصدوم بود، لوا مصدوم بود، رافینیا تو لیست نبود اصلا. بارسا اصلی با اینه، ولی ما 4 نفر بچه سال گذاشتیم جای اینا. نیمه اول که خیلی خوب بودیم تا دقیقه 60 هم خوب بود جلوی پی اس جی که اونها هم مصدوم داشتن، ولی پی اس جی که مصدوم داشت بازم دمبله مصدوم بود، جاش بارکولا اومد. درست دیگه دزیر دوارش فکر کنم مصدوم بود. آره فکر کنم مصدوم، چرا حضور ندارم. ولی بازی خیلی قشنگ و جذابی بود. اگر دو تا تیم با فول اسکواد میرفتن از مثلا 4-4 اینا در میاد. آره. 2-1 برای این دو تا تیم نیست. دقیقاً آره. اون حمله سرعتی با این آفساید گیری ریسکی یه چیز خیلی بمبی در میاد. اینو می‌خواستم بگم. رشفورد چقدر احیا شده. آره. چند قسمت پیش من به شما گفتم. بله. آقا یامال هم به نظر من باید بفهمه که فوتبال تیمیه. سنش پایینه دیگه، ولی قطعا ارباب فیلیک بهش گوش زد میکنه. مدافع روبروش 3 بار ازش توپ میگیره دیگه، یامال پاس ازش حذف میشه، انقدر میره تا این دریبل کنه. آره. اصلا براش مهم نیست. آره. دیشب مندز خیلی اذیتش کرد. اخراج باید میشد به نظر من 1-2 تا جا، چون خیلی خطا کرد، کارت زرد هم داشت، ولی خیلی اذیت کرد. دیشب من به نظرم دیشب که میگیم آره شب دوم چمپیونز لیگ هفته دوم بارسا پاریس، بارسا حالا یک نبودن پدری تو نیمه دوم اونجایی که رفت بیرون و فول بک های پاریس واقعا اذیت کنندن. بهترین فول بک های فوتبال حال حاضر فوتبال دنیا قطعا تو پاریس دارن بازی میکنن. اصلا عجیب خوبن. من نمیدونم مثلا اشرف حکیمی چرا تیمای قبلیش دست دادن. نمیدونم. به جز دورتموند، رئال و اینتر چرا اینا دست دادن.
نونو مندز سنش پایین بود. اشرف ثابت شده بود جا پا داشت وقتی حالا رئال هم میگیم نه از اینتر اومد بیرون. جفت گلم هم که خوردین یکیشون نونو مندش آورد یکیشو اشرف زد. آره کارم نمیشد که. نه خیلی رو گل اول یه دفاع اشتباهی کرد. آره توپ رو میتونست قطع کنه ولی خب نتونست و دقیقه 90 بارسا بازم سنت شکنی نکرد و طبق روال همیشه تو سیری با وجود فیلیک رو نیمکت ما هیچ غمی نداریم. شما بگو. خیلی خیال تخته پس فعلا. هر وقت این جمله رو گفته با مش فیلیک زدتون در یه خورده از اسپانیا و تیمای مورد علاقمون بیایم بیرون. یه بحرانی نیمچه بحرانی درگیرشه لیورپول آقای اسلوت یا اسلات که اسلوت ترجمه میدن. دو تا بازی بحران بگین. چی؟ دو تا بازی یا سبک بازی رو. نه او جان آقای فلوریان ویرتز خرید 150 میلیونی لیورپول اندازه من توی لیگ جزیره گل و پاس گل داره و من و تو و پدر من و تویی که داری برنامه رو میبینی 8 تا بازی کرده گل و پاس گل صرف تو سی ال هم همینطور. بله چی از این بهتر؟ چقدر دادنش؟ 150 میلیون. من با 1 میلیون هم میومدم. 150 تا دادن یا جا دادن؟ 150 تا ول دادن رفت. خیلی کم کم ببین الان دیگه بازی ها هفته چندم پنجم ششم اگه اشتباه نکنم دیگه الان اگه می‌خواد کنه دیگه یه خورده دیگه بگذره 2-3 هفته دیگه این روال باشه دیگه واقعا بحران بزرگه برای خود شخص. آقای فلوریان هازارد آینده. آره یعنی خیلی ناراحت کننده میتونه باشه ولی به طور کل بجز داستان ویرتز لیورپول این فصل خوب نیست. اصلا دور از ذهن تو که لیورپول 300-400 تا خرج کنه. این آره بعد ما بازیکنایی که دادن رفت به نظر من جایگزینشو نگرفتن. مثلا فریمپونگ تو لیورکوزن عالی بود تو لیورپول سنگینه اون اسم اون پیشینه. آره به جای رابرتسون هم کرکس اگه اشتباه نکنم میذاش. ایساک هم حالا 3-4 تا بازی توی اتحادیه فقط گل زده. ایساک که 145 میلیونی نبود. بازیش نمیده اصلا. نه بازیش میده به جای اتیکته بازیش میده. فیکس نیست خیلی از بازی‌ها رو توی پی ال مثلا اتحادیه چی تو دو تا اول فیکس بود این دو تا آخر ولی خب اتیکته خوب گل. آره تو تیم فانتزی من. ولی مثلا لوئیس دیاز نتونستن جایگزین کنن. جوتا که بنده خدا فوت کرد تعویضی بود که میومد مدرسه کار در میاد. نتونستن جایگزین کنن. به نظرم تیمش یکم عقب. آره و حالا هر هفتم به زور از این نظر دارم میگم بحران که هر هفته به زور دقیقه 90 و یه سانتری بکنه. اون که اصلا 3-4 هفته اول بود الان اونم نیست. آره و این تو رو برد. آره این 2 هفته آخر که دیگه افتضاح بوده. سیل هم باختن این هفته و یه خورده تیمش داره میره توی اتفاقاتی که هیچ وقت قراره به گرد پای منچستر آموریم نمیرسه. امضاست. یعنی اگر منچستر یونایتد فنی حتما این شماره من از خودکشی چی بود؟ الان سرچ میکنم بهت میگم. یه شماره براتون اگه شد تو ادیت بذارین زیر. آره یه شماره براتون میذاره حالا چون کلمه شما که یوتیوب بلاکمون کنه از رفع خود نجاتتون میده. زنگ اصلا کاری نمیخواد بکنین. زنگ بزن بگو آقا طرف میگه مشکل چیه؟ بگو من طرفدار منچستر یونایتدم. 123 حتما این شماره رو بگیرید در دل کنید. حتما نتیجهش هم به ما بگید. یعنی حق میدیم اگر این کار رو انجام بدن. تو از برنتفورد 3 تا میخوری؟ ایران به دنیا آمدن دست خودت نبود. طرفدار منچستر شدن که دست خودت بود. ببین افتضاحن و فرگوسن که رفت یه آه تیز کشید تو راهرو اولترافورد. خیلی بدن. بعد چجوری چلسی باخت به اینا؟ 10 نفره شده. بابا چلسی چجوری اون پی اس جی رو برد؟ ببین آخه نه چلسی که اصلا حالا وارد مبحث شدی چلسی خیلی سینوسی امسال خوب شروع کردن دارن دوباره بد میشن یا میبینید 2 هفته دیگه مثلا یه گنده‌ای رو میبرن یه اتفاق خوبی رقم میزنن. ولی منچستر من نمیدونم الان تویی که هوادار منچستری دیگه چه بهونه‌ای داری جلوی دوستات که مثلا بگی آقا به این دلیله. نه سیلت اونقدره. لیگ برترت که زیاده. ما 6 تا کامیونیتی شیلد داریم. نه بعد اصلا ببین بهونه منظورم ما موزه داریم. منظورم اون ورش هم هست.
اگر من یک طرف دارم که میخوام از عملکرد تیمم دفاع کنم، معمولا یه جایی به بعد تو بحران ها من هوادار میگم آقا تقصیر فلانیه، تقصیر اینه، تقصیر الان وضعیت منچستر تقصیر کیه؟ یعنی تو میگی مدیریت، آقا من نمیتونم قبول کنم که مدیریت اینقدر بخواد تاثیرگذار باشه که تو بازیکنی که میخواد رو میخوای. بابا امبوما رو گرفتن، هیچ وقت من یادم نیست منچستر دست روی بازیکن بزنه بازیکن نیاد منچستر. آره امسال تو چمپیونز لیگ نیستن، هر کیو خواستن گرفتن. دقیقاً تیم خوبی دارن واقعا، اسکوادشون خوبه. با برونو فرناندزی که میذاره رو سرتون حلواش میکنید، چرا پنالتی زنه اتفاق تو تیم فانتزی منم هست، پنالتی خراب کرد با امتیاز -1 از زمین اومد بیرون برای من. خب یعنی تو مقطعی که منچستر داشت افتضاح بازی میکرد جلوی برنتفورد، آقا به عنوان کاپیتان تیم گنده لات مثلا هافبکای دنیا به قول شماها آره رفت پنالتی بزنه. و ببین مثلا مسی هم بازیکنی بود که آره بزرگترین بازیکن تاریخ یارو، ولی پنالتی بد میزد. جانم ولی پنالتی بد میزد. بابا گوش بده. ای جان. آره پنالتی بد میزد ولی این افتضاح زد، توپو زمینی ول داد تو بغل گلر. پنالتی اینجوری تو لیگ ما زیاد هست. آره و قبل اینکه بخوایم بریم تو این صحبتی که داریم میکنید، اگر بازی منچستر برنتفورد هفته قبل رو ندیدید که 3-1 برنتفورد برنده شد، لطفاً برید گل سوم برنتفورد رو ببینید. خالی کرد نه دوم. ببین نه گل سوم جایی بود که منچستر دیگه تقریبا تو حمله بود، آخر بازی بود و این توپی اون وسط لو رفت. از کورنر زدن برگشتش. ببین ترانزیشن منفی منچستر رو به نظر من باید بذارن مثلا تو کلاس‌های آموزش مربیگری. این کار نکنید. آره بگم آقا اینجوری اگه نکنید گل نمیخورید تو برنتفورد داشت حمله میکرد، پس منچستر داشت حمله میکرد. ببین داور از وسط زمین زودتر از هافبک‌های منچستر رسید به طرف به صحنه. خب بعد تو تیم 2-1 عقبه دنبال گل زدنی، مگه میشه توپو اونجا لو بدی برنگردی تو ترانزیشن شرکت کنی؟ اسکوادش هم عوض شده، یعنی مثلا مثل 2-3 سال پیش نیست بگی اینا روحیه‌شون بازنده است. آره. هر کی میره تو این تیم بعد بابا لینیورو رو اروپا داشتن میکشتن خودشونو، خب که بگیرنش. واران که اصلا اوت شد، اصلا اوت. کاسمیرو که الان اصلا تو آدم حسابش میکنی چی؟ نه این دفاعشون لینیورو دلیخت ماتیاس دلیخت افتضاح. جلو برنتفورد مثلا تو 10 دقیقه 2 بار تو محوطه خودشون توپ زیر پاش بود خورد زمین. چرا هر کی وارد میشه اینجوری شد؟ نمیدونم هر کی تو این تیمه انگار یه آخرین زلاتان هست. آخرین تیمی که آخرین بازیکن خوبی که آره بابا. بعضی اونجا تیم درست شه حتما 123 رو بگیرید دوستان. اگه ریلز هم شد فن پیج منچستر یونایتد رو تگ می‌کنیم که بالاخره ما رفیقیم، همدردیم و آره. بریم ایتالیا و میلان. آره میلان. البته جان آرسنال آرتتا هم داره جا میفته، واقعا داره میبره. نیوکاسل هم خوب بود. آره. تو سیل هم جا افتاده. آره. اول هم هست. یعنی میگی این فصل خبرایی نه تا نیم فصل. این فصل بعد دوباره اون داستان قدیمی که من 2 تا چیز تو بچگی زد تو ذوقم. یکی اینکه فهمیدم آرسنال مال آرسن ونگر نیست. 2 اینکه فهمیدم تیم دیگه به جز آرسنال میتونه 4م شه. یه بار تاتنهام 4م شد. دروغ میگم. نه ولی آرسنال این هفته شو حقیقتشو بخوای دنبال نکردم، ولی فارغ از رئال آرسنال فصل پیش کلا تیم جذابی نیست برای من. تیم شما نمیخواد. شاید سوال براتون پیش بیاد چرا این قسمت یکم نور متفاوته. این قسمت رو ترجیح دادیم تو روز ضبط کنیم. تو قسمت‌های دیگه خیلی کامنت میذاشتن آرمان نمیبینن. اولین پادکستی که تو روز میگیریم فکر می‌کنم همش شد ضبط نیوز داشتیم 5 صبح. آره ولی هر ساعتی داره، ولی پلاس جالب بود. ایتالیا و مودریچ یه ویدیو خوشگل هوادارا گرفته. اون یه ادیت توپ بزن زیرش باشیم بالاش الان بلغور کنه. آره اونم باحال میشه. واقعا من نمیدونم چجوری میشه یه مرد 40 ساله همچین انگیزه‌ای تو لیگ ایتالیا تو پیرن میلان داشته باشه، در حالی که میدونه ممکنه هر لحظه فوتبالش تمام بشه. یعنی این فصل تمام شد و من خداحافظی میکنم. اصلا انگیزه این بچه‌های خود آدان اومده. آقای آدان 4 تا بازی کرده، بدترین گلا رو خورده. شب رفته دم گوشای تاجرنیا. ببین باخت دادی، من سبک بازیم همینه، دشت ما رو بدید ما فسخ کنیم بریم. کاسه به یارو. ولی آقای مودریچ اصلا انگیزشی اون
خیلی سیتی که داشت بعد بازی با ناپولی، ویدیویی که داور سوتو میزنه، اون خوشحالی که داره انجام میده اصلا مو به تن آدم سیخ میکنه که بابا. حواستون باشه که مدیرش همسن اینیستا. آره و چند سال بازی اینیستا رو ندیدی؟ خیلی ساله اصلا وارد اون بحث نشیم، ولی بی‌نظیره اصلا این که میبینی یه فوتبالیست انقدر انگیزه داره. و من فکر می‌کردم فقط مثلا کریستیانو رونالدو اینجوری باشه، بعد دیدم که نه، ممکنه یه سری آدم دیگه هم این شکلی وجود داشته باشن تو فوتبال. و صحنه جالبی بود از یعنی ناپولی هم خیلی تیمش دوست داشتنی. ناپولی آره. این هفته حالا حواس هویلون نبود، 2 تا گل زد تو سیل، ولی تیمش دوست داشتنی. آره. وضعیت میلان هم بدک نیست، ولی آلگری وقتی ناپولی کنتر رو میبره میگه که آقا ما هم هستیم. آره. نه میلان این فصل ایتالیا به نظرم جذابه. با منظور در یه سطح هند بودن بالا روم گاسپرینی هم واقعا تیم خوبیه. کلا اون مربی جالبه. آره اصلا روم گاسپرینی جالبه. اینور چیزو داریم. من البته امیدوارم روم چندین سال موفق نشه به خاطر رفتاری که مورینیو داشت. با کی؟ مورینیو. آها. من ناراحتم اصلا. به خاطر مورینیو و دروسی و مانولاس و پدره. ولی بعدم نمیاد دیگه، ببینیم به چه صورت میاد. آره. اینا از ایتالیا. یه سر بیام کلا اتفاقاتی که خیلی جدیدتره و سیل که این ویدیو که پخش میشه پریشب برگزار شده و پس پریشب نتایجات جالب بود. بعد شب اول که رئال مادرید با چند ساعت پرواز 12 ساعت پرواز رفتش که مصدوم بودن. آره عشق کردم. اصولی اصلا بری با غیرت. آره. بعد عجیب بود چرا فیکس تیم اصلی رو اول بازی داد به نظرم. غیرت دیگه. نمیدونم شاید اگه نتیجه نمیگرفت مثلا، یا شاید یه تفکری رودریگو خوب بود. اصلا تیم خوب بود ولی اصلا نمیشه ملاک قرار داد بازی با غیرت. و تو واقعا سیتی چرا چیز شد؟ کامبک خورد. چون بازی رو دنبال کردی؟ سیتی شب دوم اول صحبت کنیم. آره بعد میام خدمتت. راجع بازی رئال میگم صحبت کردیم. غیرت رو صحبت کردیم. مطمئنی؟ آره. راجع به روند بازی صحبت کردیم. مطمئنی؟ اوکی. بعد اتلتیکو 5 تا به آینتراخت فرانکفورت زد. آینتراخت که 6-4 برده بود چند روز پیشش. آره و نتیجه جالبی بود. تاتنهام چرا مساوی کرد؟ فانتزی بازار می‌خواست اذیت کنه فقط فکر می‌کنم. تاتنهام هم مثل که سینوسی اولش یه هایپی شد. آره. اسمش هم یادم نیست مربیش بود. بابا بگو. یه هایپ سنگینی شد ولی دیدش که آقا این خبرا نیست. اینجا تاتنهامه. آره. خیلی خوب بود مربیشون. توماس فرانک. چرا هیچ واکنشی نشون نمیده؟ توماس فرانک. آره. با بودو گلیمت که بود گلیمت دقیقاً نمیدونم تلفظ درستش چیه. این تیماست که بازیکن ایرانی میخره. آره چلسی برد، لیورپول صحبت کردیم یکی. چلسی کی بود؟ چلسی بنفیکا رو برد. بنفیکای مورینیو رو. راضی تقابل جذاب این هفته به نظر من چلسی بود. ویدیوهایی هم که در اومد هم کنفرانس. نه اصلا کنفرانسش عکس خودش با جام بر خودش اینجا بود. پس هواداری چلسی اینکه مورینیو رفت تاتنهام بخشیدنش. آره فکر میکنم یادشون نبود. آره منطقه. آخه مورینیو خیلی مرد بزرگی بود برای چلسی. بعد و قبلش. آره واقعا خیلی تاثیرگذار بود تو تاریخ خودش هم. تو همه باشگاهی که بوده چلسی بیشتر بهش احترام میذاره. آره چون واقعا رئال که مربی خوب زیاد داشته، پورتو البته، ولی چلسی اشل دیگه ای. آره احتمالاً آره. و این مثل آموریم تو منچستر. هی فاک یور وایف. اینتر 3-0 اسلاویا پراگو برد. بایر مونیخ و هری کین چه فرمی داره امسال. اصلا بایرن خیلی گل میزنه. حالا کاری ندارم حریفشون ضعیف بود ولی بایرن زیاد گل میزنه. هری کین 17 تا یا 18 تا داده. 17 تا گل، 3 تا پاس گل تو چند تا بازی خوانده؟ 9 تا بازی. آره. آمارش یک کم منم بهتره. ببین آمارش کریریه. کریری که مثلا میزنی. آره کریری که به بازی ری استارت کنی میدونی اون شکلی آمارش. اصلا خیلی عجیب غریبه فرم بایر مونیخ. اولیسه هم خیلی خوب بازی میکنه. دیاز کین خیلی خفن. آره اولیسه این هفته هم سیل گل زد هم پاس گل داد. خیلی خوب. اصلا بچه با معرفتی. آره فقط این نویر یه گل الکی از تیم پافوس خورد تا من 2 امتیاز بگیرم تو فانتزی. والا رویای ما که دیروز 7 امتیاز گرفت. اوکی. کورتوا پاس گل داد. آره اونایی که کورتوا رو داشتن تو فانتزی توشون عروسی. فکر کنم مشخصه که ما چقدر تحت تاثیر جو فانتزی این فصل. من واقعا فرو رفتم توش. من پیکسیا رو گذاشتم هافبک از تیم مارسی 22 امتیاز تا حالا گرفته. جدی؟ برای من نه. آها کلا. الان که من گذاشتم 0. آره
ما رفتیم. آره میریم شب دوم، بازی ها اونقدر جالب واقعا. CLA یه سری من بازی قره باغ و مثلا کوپنهاگن نباید تو اصلا چرا سرودی چمپیونز لیگ باید شاختار دونتسک نیست دیگه. آره یونیون سن ژیل مثلا 4 تا اومدن نیوکاسل خورده. چه کار بدی کرد. آره آرسنال 2 تا به اولمپیاکوس زد. مدیتارمی دقیقه 63 فکر کنم اومد تو بازی، کار خاصی هم نتونست بکنه، زورشون نمیرسید. بارسا پاریس رو صحبت کردیم. دورتموند 4 تا زد به اتلتیکو بیلبائو، دم داداش گیراسی گرم که دقیقه 80 گل زد و آدایمی که پاس گل داد. آقای والورده بعد باخت. آره بعد من دورتموند امسال فرم بدی نداره اصلا. درسته قهرمان نمیشن ولی فرم بد، چون هیچ کس جلو عجیب یعنی قهرمان نمیشن. خیلی عجیبه. آره چیز جالبیه برای این فصل. بایرن من فکر می‌کنم امسال از اون تیم‌ها میشه که سورپرایز اروپا. بایرن پی اس جی دیدن. آره نه ببین از این تیم‌ها میشه که هیچ کس فکر نمی‌کنه راجع به کمپانی که بخواد یه تیم الان کسی که دنبال کنه فکر می‌کنه همه بازی داره 4-5 تا میزنه. آره ولی خب منطق همه ولی اینا هم تو بوندسلیگا. آفرین منطق همینه که تو بوندسلیگا و حالا اروپا هم با تیم قوی مثلا هنوز بازی نکرده. ولی بازم به نظر من خیلی توقعات عجیب غریب رفته بالا از فوتبال کلاً. یعنی امسال ولی پرگل کلا ها. آره امسال تمامی لیگ ها پرگل. آره. یکی از دلایلش من فکر می‌کنم کلا امسال فوتبال خوبی خواهیم داشت چون سال منتهی به جام جهانیه و بازیکن‌ها صد خودشون رو میذارن واقعا که بخوان برسن به تیم ملی. لورکوزن آینتهوون مهم نیست. موناکو من سیتی کامبک خورد دقیقه. موناکو تیمش بامزه است. الیکتای رانسوفاتی پوگبا. یکی موناکویی که مارسی تیمای خوشگلی ان. مارسی تیمش خوبه. اومیانگ هم 2 تا گل یه پاس گل اگه اشتباه نکنم داشت. 36 سالشه. تو بارسا نبود. سیتی دقیقه آخر کامبک خورد. هالند دبل کرد طبق معمول. همین کار کافیه. بس اگه فانتزی بازی هالند رو بذارید، اگه فانتزی بازی بذارید که تو لیگ رد کارت جوینمون کنید 130 نفریم رقابت باحالی توشه. آره بعد موناکو اینا کجا اومدی؟ اصلا چند تا ایرانی مثلا فانتزی چمپیونز لیگو دارن که 130 تاش بخواد مثلا برام باشه. من تو جو جامعه اونقدر نمیبینم فوتبال فانتزی. آخه تو گوشیش مثلا سپر جوارینا خرابشن. آره آفرین. آره باید با اونا بیشتر ارتباط برقرار. با سپر جواری اپ فیفا التیمیت تو گوشیشه با پی سی هم میزنه. داره دیل میکنه وقتی داره کافه نشسته. تا 34 دقیقه تقریبا از ضبطمون رفته ناپولی 2-1 اسپورتینگ رو برد. یوونتوس هم در ادامه مساوی یا برد و باخت‌های پرگلش 2-2 کرد با ویارال. ایلدیز هم گل نزد. ایلدیز گل نزد. آره ایلدیز گل نزد و سیل این ما هفته بعد که برنامه داریم 2 تا چیز مشخص میشه. یکی هاشمیان و ساپینتو چندن. آره یکی هم ببینیم وضعیت تیم‌ها تو لیگ به چه صورته. الان مثلا من لیگ عربستان امسال زیاد دنبال میکنم. لورن بلان دیدی اخراج کردن؟ بله پارسال دوگانه داخلی آورده بود 2 تا بازی این سال باخت. بله لیگ عربستان برازن دیگه وارد اون فازی شده که با کسی شوخی نه من میگم این فصل دست النصر. آره تیمش نه به خاطر مربیشون لیگو میشناسه. کومان هم نشسته اونجا، فیلیکس نشسته اونجا. من چندین قسمت قبل بهت گفتم که النصر امسال دوست دارم که بگی و فکر می‌کنی خودت پنگ کردی. آخر اپیزوده و من دوست دارم بحثی که چندین هفته است از بعد از پستی که راجع به برونو فرناندز و قسمتی که راجع به برونو فرناندز صحبت کردیم راجع به صحبت کنم. اینجوری دوست دارم شروعش کنم که دوست من اگر تو تخصصی فوتبال انگلیس رو دنبال میکنی دلیل بر این نمیشه که ان خاصی باشی توی فوتبال. جدی دارم بهت میگم. من صادقانه برادر من ببین مسئله این نیست که گوه خاصیه همون آره واقعا مسئله این نیست که تو کجا رو دنبال میکنی. چرا فکر میکنی اگر طرفدار منچستر، آرسنال، لیورپول یا هر کدوم از تیم‌های دیگه لیگ برتری هستی فوتبال بیشتر حالیته از کسی که طرفدار بارسا، طرفدار رئال یا طرفدار میلانه؟ میدونی یه مسئله‌ای که به وجود اومده من متوجه این قضیه نمیشم که چه تفاوتی ایجاد میشه. بعد از اون ور هر کس خوب کار میکنه میگن این اگه تو لیگ جزیره بود که نمیتونست اینجوری کار کنه. هر تیمی خوبه نه این با تیم‌های لیگ جزیره بازی کنه فلانه. والا به خدا هر سال ما داریم میبینیم عملکرد تیم‌های انگلیسی و جلوی بقیه تیم‌ها، جلوی تیم‌های ایتالیایی، جلوی تیم‌های انگلیسی، جلوی تیم‌های آلمانی.
یعنی این شکلی نیست که تو بگی، یعنی انگار یه جزیره‌ایه. خب تعصبی دنبال خب ببین اصلا انگار یه جزیره‌ای که آقا ما خوبا اونجاییم، آقا به خدا ما هم لیگ انگلیس رو دنبال می‌کنیم، ما هم به خدا ما هم کارگریم. یعنی ما هم فوتبال میفهمیم. الان من چون رئالیم دلیل نمیشه که فوتبال نفهمم، که تو میای به من میگی تو فقط بازی رئال رو دیدی. آقا خدا شاهده من بازی منچستر رو نگاه میکنم، اگه 90 دقیقه نگاه نکنم یه نیمه‌شو نگاه میکنم. واقعا برونو فرناندز هیچ کاری نمیکنه. به نظرم اونی که تو اینستا کامنت گذاشته توی چی نمیفهمه تا اینجای پادکست رو نمیبینه. خب پس من این تیکر میذارم تو اینستا که ببینم. یه چیزی یادمون رفت. چی؟ ما یه پستی گذاشتیم راجع به عیسی آل کثیر، نزدیک 400 کا ویو خورد. خیلی هم فوش بود، خیلی هم فوش به اون و ما. خیلی زمین گرده های آل کثیر. اصلا تو فهمیدی چقدر جالب این اتفاق افتاد؟ آل کثیر کلا 3 تا بازی فکر کنم تو ملوان که جلوی پرسپولیس با اون همه فشاری که به هواداری پرسپولیس وارد کرد، خبرها میگن رباط صلیبیش پاره شد. ان شاءالله که اینجوری نباشه، زودم خوب بشه. ولی پیام من به عیسی آل کثیر همون پیامیه که شما میخوای الان به عیسی آل کثیر بدی. نمیارزید. یعنی 36 سالته رباط هم بار دوم پاره شد، رفتی برای خودتو اون پولی که از حساب گرفتین دوش جونه. چون تو اگه نمیگرفتی، من پرسپولیسی هم دارم میگم، فکر کنم تو هم نظرت به همین باشه، تو نمیگرفتی میرفت جیب ادیتورشون که 13 میلیارد گرفته. میدونی چی دارم بهت میگم؟ ولی ارزششو نداشت. چه جالب که جلو پرسپولیس این اتفاق افتاد. کارما ایز ا هول. و با این خبر هیجان انگیز وقت برنامه ما به پایان میرسه. صحبت دیگه ای نمونده. نه و دم شما گرم. دمتون گرم که تا اینجا با ما بودین. لطفاً اگر فوشی تو ذهنتون بود اینا همون کامنت کنید. توی الگوریتم خیلی تاثیر داره. آره، چه تو اینستاگرام چه تو یوتیوب. اینجوری نمیشه تو دلت فوش بدید. آره. ما اینجاییم که تخلیه کنیم. ما با خودشون. آره. و دیگه دمتون گرم که حساب میکنید، لایک میکنید و از ما حمایت میکنید. تا هفته دیگه و اپیزود 18 فعلا چاکریم. مخلصین. چاکریم. رالی.